سلام بچه ما مهدی یوسف هستم. بچه خوب هستید؟ امروز اومدیم یه ویدیو دیگه در مورد اینکه داخل کلاس اسکواد وقتی از حریفتون یکیش عقب هستید چه کار باید بکنید. اول از همه منتظر مونید که این دوره حسابتون خارج بشه. یکی از دوستان اسمش امیره که نمیتونه حرف بزنه و میریم. حالا ما میریم این گوشه. ببین اگه این مپ نیفته حساب نیست، چون اگه این مپ بیفته همیشه شما با این کار برنده میشید. ببین یاد بگیرید. ببین من چجوری برنده میشم. بیاین حالا میاد اینجا و دنبال انمی میگردید. وقتی که انمی اینجا پیدا نکردید میرید بالا. وقتی که رفتید بالا ببینید یکی از یاراتون میمیره. وقتی یاراتون بمیره شما کارتون سخت‌تر میشه. ببین به این حالا حتما باید این اتفاق براتون بیفته، چون اگه نمیرید یاراتون نمیتونن بزنن انمی رو. ما منتظریم که یارامون انمی رو بزنن. مهم بردن و مساوی کردن دیگه، مگه نه؟ مهم مساوی کردن بردنه. پس باید این کارو بکنید. به این حالا این یارتون این امیر باید حتما همراهتون باشه، چون همیشه میگن که امیرا نمیرن. ببین به این حال امیرا نمیمیرن و میزنن. ببین وقتی من مردم بردیم، من اگه نمیمردم میباختیم. به خاطر همینه که میگن حتما نباید همیشه به فکر خودت باشید. من الان از خود گذشته کردم، گذاشتم یارم برندشم. حالا اینجا ببینید دیگه، ببینید اینجا این دفعه از این بچه فکر نکنید این ویدیو خیلی چرت و پرته. اصلا چرت و پرت نیست، خیلی مهمه. بعد اونایی که نوبن این ویدیو خواهشان نگاه نکنن، چون بر این ویدیو در سطح خیلی اونایی که پرن. اگه کسایی که پرو نیستن این ویدیو رو ببینن، این ویدیو حتما باید یکی اونجا بک خورده باشه، نتش پیدا بشه. کسایی که اینجا پرو نیستن باید حتما ویدیو رو رد کنن، چون نمیتونن این کار رو مثل من انجام بدن. یکی باید حتما نتش بک خورده باشه. به این حال اینجا با هم میمردم، اگه نمیمردم کار تیممون تمام میشه. یعنی به خاطر اینکه من مردم شماره 3 تونست بزنه اون انمیه رو. اگه من نمیمردم و میزدم انمیه رو، شماره 3 نمیتونست بزنه و من میزدم اون انمیه رو. پس به نفع من شد که حالا شماره 3 انمیه رو فهمیدید؟ آفرین. آره دیگه خلاصه ببین امیرا همیشه امیر دست داشته باشین، چون امیرا اصلا وقتی کسی بازن خیلی بهتره بازیشون از اونایی که ایزای باز نیستن. ببین یاد بگیرید اگه من نمیمردم الان ما بهتر میبردیم. اینجا میریم یه دونه انفور میگیریم. بچه تو کامنت ها بنویسید انفور هم قشنگه یا نه. انفور طبیعت بنویسید قشنگه یا نه. میدونم شما ندارید. این انفور فقط مخصوص اوناییه که خیلی پر سگن. اونایی که نوبان اصلا این انفور رو ندارن. ببین بهترین انفور بازی، البته از آخره. بعد بشم گفتم اونایی که از 1 تا 10 بگید به انفور هم چند میدید خواهشم تو کامنت ها بگید. بعد خلاص یه انمی میرسه دیگه. این چیکار میکنه؟ این نوبه، انمی معلومه نوبه چون واقعا در نوبه بازی دارم. نهایی نه یاد بگیر. میاد اینجا نه میاد اینجا دوباره بشه باشه. وقتی که اومد اینجا میبینی کسی نیست، میبینی رکب خورده. میای بالا میبینی اینجا هم نیست. میری کجا حالا؟ بچه میخوام این دست براتون یه وان شات مولایی بازی کنم. ببین یاد الان میرم سمت انمی منو دید ولی نباید ببینه. الان یه ذره از کارمون خراب شد ولی اشکال نداره، بازم میشه انجام داد کارمون. یاد گرفتین؟ به این حالت باید ببرید. نه جدی هدشات دیدید؟ تو کامنت ها بنویسید به این هدشاتی که زدم چند میدید.
بنویسید دیگه. I'm not the old me no more. I need میدونم که equipment. زیر 10 نمیدید به این هدشات، میدونم مطمئنم. I need equipment. بس بریم جدی بین نه ول کن فعلا نه، فعلا نمیخوام شما رو تحقیر کنم. انشالله در آینده شما رو بالاتر از تحقیری میبینم، یعنی که خودم تحقیر میشم ولی شما نمیشین. شما طرفداران من هستید، من چرا باید شما رو تحقیر کنم؟ شما باید من تحقیر کنید. بچه دید به این هدشات هم چند میگید به این کردن زدم، درسته بک خورده بود ولی مهم اینه که هدشاتش زدم، مهم اینه. ببین First blood. یارتون میاد کیل میکنه، میاد اینجا انمیه کجا؟ آها این یاد بگیر انمیه اینجاست. انمیه وقتی که اینجا باشه میری اینجا، میری اینجا میری اینجا، این ور میبینی نیست، میری اینجا دوباره اینجا. آه یاد گرفتید یارتون اینجا ریوایو میدید و این انمیه رو میکشید. این انمیه رو Kill. حالا یه دونه خط دهنده که داریم حل. اینجا باید آمین. حالا دوباره این چی میدوید؟ این چیتا بدبخت داره منقرض میشه ولی شما نباید بذارید منقرض شه. ببین خودتون شما الان یه چیتا هستید در این موقعیت، پس شما باید چیکار کنید؟ برید این بالا و دنبال یک ببر گرسنه بگردید که اون ببر گرسنه استی پیداش کنم. اگه یارم من زودتر پیدا نکنم ببر گرسنه رو حل. مثلا یارم پیدا کردم ببر گرسنه رو، بریم که ما هم پیدا کنیم. من بریم ببر گرسنه یا یکی از یارامو زد. ما که نباید بزنیم نمیتونم داداش ببخشید. وای خودم الان اینجا نمیمیرم چون من یه دونه آدم نمیرم. میایم اینجا منتظر من داره میزنه. ببین ببر گرسنه اینجا، ببین یاد گرفتی ببر گرسنه باید این چی بزنی، نباید بزنی نسل چیتا منقرض شه. اگه تو بمیری نسل چیتا منقرض میشه. این امیرم عجب شده، میگم امیران نمیرن و بازیشون خوبه تو ببینه. تا ویدیو بعدی خدا حافظ. نذارید چیتا منقرض شن. به بازی من چند میری از 1 تا 10 برید حالشو.